بنده نشابوریم، یغما شاعرم، تا کنونم 2000 غزل سرودم، 900 روایی سرودم، در حدود 3000 بیت مثنویات سرودم. اصلا آرام ندارم، از کسی چیزی توقع ندارم، به کسی توجه ندارم. البته منو نمیشه گفت در مقابل فردوسی شاعر، ولی خب همینی که هست. حالا که وسیله فراهم و دوستان هستن، اگر اجازه میدن یکی از غزلهای خودم رو بخوانم. میخوام یعنی آتش و افکار شاعر رو بگم که او به چیزی اعتنا نداره. منم در وسعت دنیای پهناور نمی گنجد، روان سرکشم در قالب پیکر نمی گنجد. من اصلا از این گفتگو آشفتگیه، باید ببخشید. من اصلا از این گفتگو بالاتر است، اما به گوش خلق از این حرف بالاتر